تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. عشق صیاد. چندین سال مقدم در سرمده ما صیادی جوان میزیست. او جوانی بود بلند بالا، فراخ کتف، خداوند نیروی رستمانه و صلابت خسروانه. تنها میری از حد زیادی صیادی جوان را به شکار مردم کوتاهی او می‌دانستند. صیادی جوان صبح ندمیده و کسی از خواب نخسته با پیراهی شناس بالا می شد و اگر شکارش با برار باشد گاوگم به ده می آمد، وگرنه 2-3 روز بیدرک می گشت. گویا که خانهش، سنگا، بالینش و باد هم صحبتش بود. صیادی جوان هر چی صید می گرفت بین مردمی ده قسمت می کرد، زیرا رسم و رسومی آنها که پشت به پشت صیادی می کردن همین بود. در ده او را همه دوست می داشتند. مردها او را برای در مسابقه روز عید گشتی، اسب تازی، تیراندازی، از حریفان دهه‌های اطراف دست بالا بودنش، زنها او را برای زیباییش دوست می داشتند. هرگاهی دختران خبری از شکار باز آمدن او را می شنیدند، از روی بام و سری دیوار به او می نگریستند و روی مالچه های گلدوزی خود را پیش پایش می پرتافتند. رسمی دختران کوهستان چنین است که با همین راه محبت خود را آشکار می نمایند. اما وی دخترانی از روی بامی از سری دیوار سویش چشم دختر را گویا نمی دید. برای مالچه های سری راهش با تعجب می نگریست و از خود می پرسید برای چی آدمان این قدر روی مالچه گم می کنند؟ خم شده آنها را می برداشت، برای سنگ یا علف می گذاشت که از این کار او دختران در شگفت بودند و گمان می کردند که شاید جوان کدامی را دوست می دارد و آنها بیخبرند. اما صیادی جوان چی بودن عشق زن را نمی دانست و به این جنون تصادفاً مبتلا گشت. وی آن دختر را از ته دل دوست داشت، چنان که شکار را، آفتاب را، کوههای آسمان بوس را دوست می داشت. این واقعه بهاران به وقوع پیوست. دخترک ماهک نام داشت. هیزم‌های سیلاورده را با دوگانه هایش از آبون می کرد. دختران با هم شوخی می کردند، بزلهای نمکین می گفتند، قی و چوبشان به اطراف تنین می انداخت. چشمان ماهک ناگاه به کنده افتاد. یکی خواست اون کنده را نگاه داشته با مدد دوگانه ها به ساحل کشد. از بس که کنده وزنین و سرعت آب زیاد بود، ماهک موازنت را گم کرد، برود افتاد. دختران از هراس فریاد برداشتند. ماهک هر قدر تلاشی به ساحل نزدیک شدن میکرد، آب او را همان اندازه به آغوش محفظهایش کشیده از ساحل دور می برد. به سنگهای سری راهش می زد. ماهک این صخره ها را دست گرفتن می خواست، ولی آنها لغژان بودند. اگر در همین وقت دستان سویش دراز نمی شدند، تلاشی آب و این دخترک کم قوت با پیروزی آب انجامیدش عیان. این دستان صیادی جوان بود که از شکار برمیگشت و فریاد دختران را شنیده به امدادشان شتافت و بیباک خود را برود زد و دختر را به ساحل کشید. سپس دختری بیحال را آزاد برداشته روی سبزه ها برد و نرم گذاشت. دخترک به نظرش خیلی سبک و عاجز و ناتوان نمود. عموماً به جنس زن رحمش آمد. خیریت که مردها هستند از دل گذران او، وگرنه حال این بیچاره ها چی می شد؟ ماهک این دم به خود آمده به اطرافیان می نگریست. آنی که نگاهش به صیادی جوان افتاد به رخساره رنگ پریده‌اش سرخی دمید. این سرخی چنون عادی و طبیعی و این نگاه چنون صمیمی بود که چیزی در دل جوان ته نشست و به رخساره های او نیز سرخی دوید.
صیادی جوان پس از این حادثه دیگر به جنسی زن بی‌پروا بوده نمی‌توانست. اکنون هرگاه که از شکار برمیگشت با گوشه چشم به دختران روی بام و سری دیوار می‌نگریست. نگاه جوان بین دختران کسی را می‌جست که دلش باری از نگاهش ته نشسته بود. اما ماهک بین ناظران نبود. این صیاد جوان را آشفته می‌کرد. او تیر و تفنگ را در خانه مانده، نی خود را گرفته از ده بیرون می‌رفت. در دامن کوهی شیطانزا آتش می‌گیراند، بعد نی خود را به لب مانده می‌نواخت و می‌نواخت. سرودینه به اطراف و اکناف به فراز و نیشه پهن می‌گشت. به ده می‌رسید، از روزنه‌ها می‌درآمد، به کودکان افسانه می‌گفت، به بیماران شفا می‌خواست، گهواره طفلان را می‌جنباند و تنها کسی را به دیدار می‌خواست. آن کس این دم در کنج خانه پایهایش را به آغوش گرفته نشسته بود و چیکار کردنش را نمی‌دانست. شر می‌گفت که بنشین، دل امر می‌کرد که برخیز. ترازوی عقل گاه سوی این و گاه سوی آن می‌گشت و ماهک نازنین دو دیله بود. تنها روزی سوم با فرمان دل برخاست. او برخاست و در خود از خود کشاده شد تا غژراسش به گوش سخت نرسد. ابرهایی که روی ماه را پوشیده بودند زود پراکنده شدند. تا راهی او روشن باشد درختان نوده های خود را برداشتند. تا سری او به آنها برنخورد سنگچه های سری را خلیده خود را کنار گرفتند تا پایهای برهنه او به آنها زده آزار نیابد. اما ماهک همین این را پی نمی برد. وی سری زیبای خود را بلند برداشته سوی آتشی که در سینه تاریکی زبانه میزد شتاب میکرد و باور داشت که بر وقت صیادی جوان را دوست می‌دارد. چون دوست می‌دارد که این طرف تنها آسمان صاف، دمیدن صبح، شکوفه درخت و طفلکی بیگناه را دوست می‌داشت. هرچند که او از روی بام و سر دیوار صیاد را نظاره نکرده است، هرچند که روی مالچه گلدوزیش را پیش پای صیاد نپرتافته است. روزها پی هم می‌گذشتند. اکنون صیاد جوان هر بیگاه در دامن کوی شیطانزا آتش می‌افروخت و ماهک نازنین به دیدار او می‌شتافت. بین آنها چه سخن‌های رد و بدل می‌گشت. غیر از سنگ و بته‌ها و این کوهی مهری سقوط به لب زده دیگر کسی خبر نداشت. تنها مردم ده پی می بردند که از آن روزی که این دو دلداده با همان دیگر گرگای گرسنه بر رمد در نمی افتند. ترمه ها لمیده کشورها را پخش نمی کنند. آبخیز پلهای لرزان را رفته نمی برد. خزان و زمستان زود سر می آیند. بهار و تابستان دریازند. بیدردی، بیمغزی و بیمرگی انیسی هر خاندان گردیده است. آنها نیایش این دو دلباخته را می کردند که تا ابد با هم باشند. اما زندگی چنان که همواره با انسان می کند به این دو عاشق نیز امتحانهای فرستاد. ماهک هرچند صیاد جوان را براه انداختنی می شد که خون جانورکان را نریزد و سرپیچی می کرد. زیرا مهر صیادی اندر خون به هر نقطه تنی او در حرکت بود. و دل شب ماهک را گوسل می نمود و به خانه اش رفته 2-3 ساعت خواب می کرد و چشم روز نکفیده بیدار می گشت و تفنگ پلتگیش را گرفته از پیرهه های شناس بالا می شد و بین قله ها خود را چون عقابی از زمین به هوا خست آزاد حس می کرد. نقش های روی پیرهه ها گویا حرفایی در سنگ نوشته بودند که آسان می خواند و همیشه کارگاه آهوان را به خطا معین می کرد. آهوان در غفلت مانده از خیلی خود 1 یا 2 را تلف داده فرار می نمودند. تکه سرخیل از این آفت راهی خلاصی را ندیده رمه‌اش را بالا می برد ولی صیاد جوان نیز گویا فرزندی آهو بود که از آنها قفا نمی ماند. اگر فلاکتی رو نمی داد آهوی زخمی از دنبالگیری صیاد جوان ناعلاج مانده خود را به ورطه افکند. این ورطه را دوزخک می گفتند. بیمگاهی بود که حتی آهوان یارای به آن فرامدن نداشتند مگر که از تعقیبی آدم یا درنده ناچار می ماندند. خود را به آن افکنده نابود می ساختند. صیاد جوان از پی آهوی زخمی در گرماگرمی تعقیب تا به نصف آن ورطه فرامد و به دلش وهم راه یافت
چنان را یافت که اگر به تن شخ چسبیده کوششی برآمدن یا فرآمدن میکرد دست و پاهایش می‌لرزیدند. از دل این جوانی دلیر با دیدن این حال غریو بلند گشت. او به آسمان رو آورده زاری کرد که خدایا به دلی من باور بخش تا از این ورطه برهم، چون برستم دیگر قصدی جانوره نخواهم کرد. اما آسمان خاموش بود، ورطه خاموش بود، رنگ و بوته ها همه خاموش بودند. از این خاموشی جوان تماما رو افتاده گشت و نخستین بار چون کودک گیریست. او گیریست و کوهی غنوده تکان خورده بیدار گشت. ترمها لمیده سوی کشزارها سرازیر شدند. از کجای توده گرگ‌های گرسنه پیدا گشته برمه ها در افتادند. آبخیزی نابهنگام همه پلها را شسته برد. در ده یک باره از چندین خانه نوید ماتم بلند گشت. آنگاه مردم پی بردند که به صیاد جوان ناخوشی روی داده است. موسفیدان 3 جوان جسور 3 پهلوان غیور را به سراغ صیادی محبوبشان فرستادند. جوانان او را 3 روز جستند. آخرالامر نزد آن ورطه رسیدند که صیاد از زیر آواز داد. جویندگان که آوازه دوزخک را شنیده و خودش را ندیده بودند حالا به آن می نگریستند و انگشت حیرت می گزیدند. میدان به اندازه سرمده گویا 8 فرسنگ به زیر چوکیده است. 4 سوی شاخهای عظمت که تنشان دنگ و صفچه های خورد داشتند. مسافه سفره و دنگا از یکدیگر 3-4 قد نیزه بود. محض همین دنگ و سفره های بالا امکانی به صیاد رسمان پرتافتن را نمی دادند. 3 جوان جسور 3 پهلوان غیور لبی آن بامگاه ایستاده بودند و به تن شخی مقابل که در یک صفچه آن جوان درمانده بود می نگریستند. علاجی از آن ورطه رهانیدن جوان را نمی دانستند. نهایت مجبور شدند با سرهای هم به ده برگردند و هرچی دیده بودند به موسفیدان حکایت کنند. موسفیدان سرهای از گذشت وقت سفید شده شان را افسرخوران می جنباندند، زیرا می دانستند از آن ورطه خلاص کردن جوان کار ناشدنی است. از محق نیز پنهان داشتن این خبر معنا نداشت. آنها جوانان را فرستادند تا هر چی دیدند به او بگویند. محق این خبر را آرام شنید، فریاد نبرداشت، موی نکند. جوانان از این کردار خیلی در حیرت ماندند ولی به حرف برگشتند. محق آن شب خیلی بر وقت خواب رفت و وقتی بانگ خروس از خواب بیدار گشته از خانه براند. با پیرهی کوهی بالا می شد. آرام بود، شتاب نمی کرد. خیالاً طفلی نرمکی زیبایی را می دید که دستکانی ملایمش را به گردن او حلقه کرده است. خنده بیغمانه او را می شنید که الان از هر تپه و پشتی عکس صدا می دهد. وی با سری بلند و دلی مالامال محبت می رفت و کوشش می کرد حسیاتی در دلش جوشیده را نگاه دارد، ولی آنها ترکیده بیرون زدند. بیانه و پشته ها سرود پهن گشته که حتی صحراهای بی‌حس و کرخت را زبان می بخشید. سرودی که کوهی خفته را بیدار می کرد. همه اطراف و اکناف این دم گوش و هوش شده بود. حتی ورطه دوزخک که با دهشت و صلابتش همه را به وهم می آورد این دم حقیر و ناتوان می داد. جوان از پایان این سرود را می شنید و بطنی از گرسنگی و تشنگی به حال گشتهش قوت می دمید. آواز می داد که منی بدبخت در این جایم، در این جا. اما تا محق گویا صدای او نمی رسید که سوی ورطه نظر نمی کرد و به فریاد او جواب نمی داد. گردی آن بیمگاه می گشت و سرود می خواند. آنگاه صیاد جوان به تن شخ چسبیده کمی بالا برآمده با امیدی که شاید از این مسافه او را شنود فریاد نمود: منی خدا زده این جایم، اینجا. اما آوازی او تا محق نمی رسید. باز بالاتر برآمده آواز داد، ولی محق همانا سرودخوانان او را دعوت می کرد. بعد سرودش به این مضمون گذشت: کجایی تو ای دوستی وحشیان، چرا بی‌درک شدی؟ مگر کسی که دستانی به قوتی تو را بار گردی میانش دیده است قادر است آنها را فراموش کند؟ تو مرا با بوسه‌های خود بدادت کردی و اکنون دلم به چوپان بچه‌ای که بیگناه نزدیک خانه‌ام می آید و رموز می کند بی پروا بودن نمی توانم. کجایی تو؟ کجا؟ یک لحظه زمین و آسمان به نظری صیاد جوان تیره گشت. در غضب شد و بی پروا به تنی شخ چسبیده برآمدن گرفت.
تا ادب آن چوپان بچه و این دختری عهد شکن را بدهد. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикоётро аз китоби сармадеҳи нависанда Баҳманёр аз силсила гуфтори тозаангорҳо дар қироати номзади илмҳои филология Абдуҷалили Амон аз мавҷи радиои Фарҳанг шунидед. Коргардон Мавҷи Гул Юсупова. поёни гуфтори 20. шоду муваффақ бошед.